ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гироми қадр ва тамошобинони арҷманд, ба ҳамаи шумоён боз ҳам як шоми зебои фарорасидаи соддаро самимонаву сидқидилона муборакбод мегӯем. мо айни ҳол дар маркази шаҳри Хуҷанд дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Хоҷа Камоли Хуҷандӣ қарор дорем. омадани фасли баҳори нозанин воқеан ҳам ин зебогиву тароватро дар кишвари азизамон дучандон мегардонад ва махсусан таҷлили рӯзи наврӯзи оламафрӯз бошад, ба қалбу дилу дидаҳои мардум шодиву сурур мебахшад. мо тасмим гирифтем ки нашри навбатӣ барномаи сайри шомгоҳиро аз телевизионитанин барои шумо пешниҳод карда бошем. бо шумо ҳастам ровии барнома ман Руслани Эҳром ва иншо ман хоҳиш кардам ки аз Сабринахон ҳамроҳи ман дар барнома ширкат варза бошад. хуш омадед Сабринавону. сипас Руслани Эҳромӣ, шуморо низ бо наврӯзи аҷам табрику муборакбод гуфта бароятон вақту саодати рӯзгору орзуманд ҳастам. ташаккури зиёд, саломат бошед мегӯем. хуб, марамат барои тамошобинон таманниётҳо. خب بگذار همیشه ساکنان شهر خوجند بستانی همیشه صحت و سلامت باشند. مخلصان و محبان ما همیشه با زیادتر گردند. همیشه به عنوان برنامه ما به برنامه‌های مستقیم زنگ زنند. دیگر بخش‌ها و برنامه‌های و باز دیگر نوارهای برنامه ما رو تلویزیونی ما رو همیشه پیگیری نموده باشند. همیشه زنده و آباد و سلامت باشند. تشکر زیاد. سابرینا خان راستی گپ رو گویم همینجا نگاه میکنم بسیار مردم جمع آمدن گوید. عین حال به فکری من برای جشن گرفتن نوروزی عالم‌افروز همه آماده هستند. البته رستم میدونید برای تماشابینان 4 مصرع شعر میخوندید؟ 4 مصرع در کدام موضوع باشد؟ ای مادران زیبا نوروزتان مبارک، ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک، گسترده سبز قالین بر سفره دل ما شادی گرفت موا نوروزتان مبارک. خب دوستان میایید میرویم با ساکنان شهر خوجند بستانی هم صحبت میشویم. خب تماشابینان عزیز شما نیز آماده هستید؟ به فکرم هم گفتن رفتیم. پس صحبتی ما با ساکنان استراحت کنندگان باغ کمال خوجندی بخشیده به جشن نوروزی عجم ادامه دارد. ما را پیگیری نمایید. رفتیم. دوستان عزیز تماشابینان گرامی قدر، کسانی که پیوسته با تلویزیون تنین هستید بارگر به همه شما شام بخیر و شادی باشد میگیم و این لحظه باشد صحبت رو ادامه میدیم. آماده هستید سابرینا خانم؟ البته بیایید میرویم. رفتیم. خوب. السلام علیکم. کنید سلام. نوروزی شما هم مبارک باشد. نامتان چی است؟ دلافروز خان. نام شما چی؟ قایم. بختیار جان، بهترین سلامت باشید. جشن نوروز مبارک باشد به شما. یک جان تشکر. شما سلامت باشید. خب نوروز رو چخیل تجلیل کردید سودید؟ چخیل تجلیل میگیرید؟ ما هر سال به نوروز با کودکان با باغ سیر و گشت میبریم. و تا آینده جوانان میفهمون که تاریخ تمدن ما نوروز رو چخیل جشن میگیرن. سوما نگ میکنیم. میخوای سیر و گشت. بهترین. خب این سال بخشیده به روز نوروز سومالا کم شد یا نه؟ ها شد. من در کالج آموزگاری کار میکنم. تنتنروار جشن گرفتیم، سومنک پختیم با جوانان، با دانشجوی عزیز، با استادانمون. همش ناز گذشت، خوب گذشت. امروز که استراحت است با کودکان برآمدیم. همراهی فرزندا برای سیر برآمدید. امیدوارم که استراحتی خوب دارید و نوروز رو به خوبی پیش گرفته سودید. خب تمنیات شما برای تماشابینان ما؟ من از وی استفاده برده همین ویان را تبریک نموده کلی مردم را کنلی تنین سمی از همه ویان را و همیشه تاجیکستان عزیزمون صلح آباد، خانواده و سربلندی، صحت و سلامتی همیشه گل شکوفان باشن. چون که پیشوای ملت همیشه میگن تاجیکستان به پیش، همیشه جوانان به پیش باشن. تاجیکستان به پیش. کنی یک تا قرصک میزنید؟ بسیار خوب است. خب ایوب جان شعر میدونید؟ نه ایوب جان شعر بسیار میدونم. روسی فقط که زبان روسی. خب مرحمت. شعر نمیدونید به زبان روسی باشد چی؟ بگذار روسی باشد. شعر میدونید؟ گوش کنید. ده مردک باید شرم ندارد. فهمیدید؟ من نمیدونم. یک تا شعر روسی خوانید. اگر خوانده توانید من در حقیقت هم باور میکنم که بهاتون 5 مکتب نباشد همه شما رو دوچی میگویند. آدمای بچه‌های عواخوان مکتب باید شعر خوانده تواند. اگر نداند دوخوان وای. میخواد که ما شما رو دوخوان گوییم. اگر دوخوان نباشید کنه یک تا اثبات کنید کنه. شعر روسی. Осталось буква начинается на А и кончается на А. Осталось
اوه یا قرصک میزنه یا قرصک زنده باشه بهترین خب شما چی؟ بختیار آها بختیار جان یگان شعر ما نمیگذاریم شعر رو یگان شعر میدونید شما در کدام مکتب تحصیل میکنید؟ گیمنازی 4 گیمنازی 4 در گیمنازی 4 شما شعر نمیخونید؟ ما باید نقل گفتم اتیم نقل خب اساسا کدام موضوع برای شما پسند است؟ یگان تاریخ رو میدونید؟ تاریخ بایگانی خلق ملت تاجیک رو میدونید؟ بختیار جان مکتب میخونید نخود یگان بار شعر از یاد نکرده باشید این چخیل شد یک بار شما هم بهتون چند در مکتب؟ 4 میخونم 5 دو قطار شعر داند روسی بگذار روسی باشد بگذار تاجیکی باشد ما نقل میگذاریم خب ایستید من به شما سوال میدهم من جشن نوروز است هم دعا میکنیم که آرزوها عملی گردند و شما در نزد ساحل هستید در نزد دریای سیر ناگاه همین ماهیچه طلایی برآمده گفت که بختیار جان 3 تا آرزویت رو گوی که من همین 3 آرزویت رو عملی میکنم یکم آرزوی شما چی خواهش میکنید اما ماهیچه طلایی یکم جوانی می وای یکمش ما خودم زوادی وایک شم چی؟ زوادی چیپس ریس چیپس خور رو دوست میدارید؟ چیپس خوراک بهترین خب دویمین آرزو دیمش همه به ما گاید کردن سونه چی؟ ما همه یوری رسونه همه کمک میرسونید اینش انتخابی بهترین همین طرف نزبری نخون خب سیمش رو میپرسیم اما باسی میشود سیمش 3 تا میکنه دارید سیمش اخت ماشین نخونش یک آرزوی کلان رو چگونه شد این حالا این نفر گفتن که من ماهیچه سحرناک رو میبینم صاحب زواد میشوم پول آن زواد رو گرفته ماشین میخرم یک آرزوی کلان رو تنها با یک ماشین وضع میکنید بهترین بگذار تمنا میکنیم که به آرزوهای نیکشان رسیده باشند و بله امیدواریم که من مادر عزیزتون آموزگار هستم هیجان هست هیجان گرفت بسیار میدوند شعر روسی تاجیکی البته میفهمیم هیجان گرفت خودش گم کرد سلامت باشید بسیار خوب میدوند شعر روسی تاجیکی هیجان گرفت شرم داشت تشکر زیاد برای صحبت و شما این صورتی با فراغت تمنا میکنم فقط کانال تنین به یک جان تشکر بسیار میبینیم و کنسرت ها اینها دوست میدونن کانال رحمت بختیار جان هم میویو خیم جان سلامت باشید پاینده شما موفق رحمت شما باز خوشتر و خوبتر رو برای شما تمنا داریم رحمت شما خب صبری نخون چی میگویم به تماشابینان تماشابینان میگوییم که این شام سایری ما بسیار خوب گذشته ایستاده است در داخل چون من میبینم مسلمان مردم زیاد سرجم اومدن چی گپ باشد آنجا راستی من هم همین چرا فکر کرده استادم که چی گپ باشد چی گپ شاید نوروز رو جشن گرفته ایستاده باشن خب بیایید میرویم میبینیم که در اونجا چی گپ است تنها میبینیم یا همراهشان صحبت میکنیم همراهشان صحبت میکنیم شاید یگان عمل رو اجرا میکنیم چی عمل باشد مثال خب بیایید این رو مخفی میداریم در رفتی برنامه میبینیم خب بیایید اکنون تماشابینان عزیز هم سر رو پاش نمیکنیم آشکار نمیکنیم چخیلی که صبرین خان قید کردن مخفی ادامه دارد رفتیم رسلان آن را بینید در آنجا کودکانی خردسال با یگانه مادر خود صحبت کرده ایستادند آن حال در وصف مادر شعر قرائت کرده بیایید میرویم به نزد آن مادر باشد که از همین زبانی کودکانی نازنینمان یک شعر شنویم چی گفتید باشد شما هم آماده هستید دوستان عزیز کودکانتان را آماده کنید شاید در برنامه آینده ما کودکانی شما شرکت ورزند رفتیم صبرین خان کنه السلام علیکم سلام نامتون مهنیگار خب شکرانه نبوعت چی نام داره؟ نفشه شما؟ محمد جان بسیار نام‌های زیبا محمد جان در صنف چند میخونه؟ در صنف نالوای در صنف نالوای میخونه یعنی تحصیلاتی پیش از مکتبی تا مکتبی بله چند ساله هستید؟ 6 ساله هستید یگان شعر میدونید؟ نمیدونید یگان شعر ناموختید همین طور علی رو میدونید؟ این دست بهار آمد با خنده نگال آمد وید استقال آمد خورشید مبارک با فیراز مبارک با آفرین کنه یک قرصک میزنیم صبرین خان از این من بیایید کنه بیاید در بینی کودکان میستیم خب میپرسیم از دیگر نفر نامتان بنفشه خان شعر میدونید؟
کنی مرحومت نوروز نوبهار است گل در میان خار است غنچه دهان گشاده بلبل چه بیقرار است نوروز نوبهاران بر گلرخان مبارک این روزی شاد و خندان بر کودکان مبارک نوروز نوبهاران چون موسمی گل آمد بر شاخ گل نشسته خوانشی بلبل آمد نوروز نوبهاران بر گلرخان مبارک این روزی شاد و خندان بر کودکان مبارک آفرین کنه یک تا قرصک میزنه سلامت باشید بسیار زیبا نوروزی بهار آمد در موسمی کار آمد پیغامی بهار آمد نوروز مبارک باد نوروز مبارک قرصک میزنیم قرصک ای تشکر زیاد سلامت باشید نام شما شکرانه خان صنف چند میخونید 5 صنف 5 میخونید بهترین در مکتب بها چند است 5 در صنف 5 میخونید بها هم 5 است همه وقت کار هم 5 باشد درس هم 5 باشد زندگی هم 5 باشد یک تا سرود با بهای 5 شود که ما 5 گذاریم صبری نخوام معنی بخوام خب شعر نوروز باشد در کدام حوزه باشد انتخاب از شما وطن مادر به ما تو مهربانی مقدس معتبر بهتر ز جانی ز تو بهتر در این عالم وطن نیست توی رخشان تو خورشید جهانی آفرین کنی یک تا قرصک میزنیم آفرین نام شما مهرنگار بهترین خب شما صنف چند میخونید 8 صنف 8 در کدام مؤسسه مکتب پرزیدنتی در مکتب پرزیدنتی بهترین زنده باشید خب شعر قرائت میکنید نوروز شد و لاله خسرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد آفرین یک تا قرصک میزنیم تشکر زیاد به همه شما موفقیت تمنا میکنیم نوروزتون مبارک باشد امروز چون نوروز است کودکان رو ما میدونیم که سرود بایچیچک میخونند دسته شما هست دسته ما هست بیایید میبینیم که کدام از دسته ها غالب میآیند اکنون یک تا سوال دسته شما از دسته ما یک نفر زیاد اکنون من به دسته اینها میگذارم خب بیایید از تماشابینان اینجا مردمی زیاد زرجم آمدن یگان نفر سرودی بایچیچک رو میدونسته باشد بیاید کی میداند سرودی بایچیچک رو کی میداند بیایید اندر شما بیایید خب انا آفرین نامتان مفتونه بانو خب سرودی بایچیچک رو میدونیم میداند کنی ایستان یک نه ایستید اینها آرام میستند دسته شما میخونند بعد اینها میستند دسته ما میخونند فقط مغلوب میکنیم این نفران نه حالا ما آماده میشیم راه میخونیم 1 2 3 بایچیچک میدانی بباچیچک آوری و جواری میدان جواری بایچیچک اومد کوچک در خانه گریچک کرینچک راز کرد رسنان دراز کرد این خانه داد هر چیز بخواهی برا بایچیچک احمد دادگی و رحمت آفرین یک تا قرصک میزنیم مادر ها اکو دسته ما کنی اینجا بیایید دسته صبری نگریخت 3 میخونیم بایچیچک میدانی بباچیچک هری و ببری میدان جواری رحمت دادگی و رحمت ایخنه و ایخنه و دادگی زیخنه بهترین کنی حالا با صبری نخوان من نخوندم شما با این نفرون همراهشته خوندید رسان دسته شما کلو دسته ما خورده دسته خب بگذار خب همین نفر غالب شدمی مایلش یک تا قرصک برای این گل دخترکانم یک تا قرصکی بلند و ما میگوییم در نهایت دوستی بیماند جاویدان و دوستی غلبه کرد مبارک شود یک تا قرصکی بلند آفرین به همه شما البته غالب آمدن و هر کدام شمایان عزیزان خوانشی خوب و اعلی و این شام استراحتی با فراغت را تمنا داریم همه وقت صحت و سلامت باشید تشکر زیاد برای صحبت خوب در همین جا دوستان عزیز برنامه نوبتی سید شامگاهی به پایان میرسد با شما بودیم صبرین سنگینова
و روسلانی اهرام. تا برنامه دیگر سلامت و سربلند باشد ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان. خیر.